به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. بنده امین آشوری هستم. با یک دوره آموزشی دیگه در خدمت شما هستم. توی این دوره میخوایم یکی از متدهای لود بالانسینگ توی میکروتیک رو با هم یاد بگیریم. توی یک سری از سازمان ها و شرکت ها شاید اگر یک لینک اینترنت داشته باشن اون یه لینک جوابگوی کارشون نباشه، پهنای باند بیشتری رو لازم داشته باشن. شاید مثلا از یه ISP اینترنت گرفتن، مثلا 16 مگ بهشون داده، میگن آقا ما 16 مگ کافی نیست، یه 16 مگ دیگه هم میخوایم، یا دو تا 16 مگ، سه تا 16 مگ، حالا هر چقدر. یه لینک اینترنت کافی نیست براشون، دو تا لینک، سه تا لینک اینترنت میگیرن. توی این سناریو میخوایم که سه تا لینک اینترنت رو کانفیگ بکنیم توی میکروتیکمون و بین سه گروه از یوزرها تقسیم بکنیم. بگیم گروه اول مثلا این 10 تا یوزر از لینک اول، 5 تا یوزر دیگه از لینک دوم و مثلا 10 تا یوزر سوم هم از لینک سوم استفاده بکنن. سناریوی ما به این شکله. ببینید یه میکروتیک خیلی ساده داریم، سه تا لینک اینترنت داریم و سه گروه یوزر داریم. حالا من اینجا یه دونه کامپیوتر گذاشتم، میتونه 10 تا باشه، 50 تا باشه. بگم این گروه به طور مثال از لینک اول استفاده بکنن، گروه دوم از لینک دوم و گروه سوم هم به طور مثال از لینک سوم استفاده بکنن. خب مثلا اینا 10 نفرن، اینا 8 نفرن، اینا مثلا 20 نفرن، مهم نیستش. سناریوی ما به این شکله. سه تا لینک ورودی داریم بین سه گروه از یوزرها، میخوایم کانفیگ بکنیم. اینترنت اول ادر 1، ادر 2 به سویچ و یوزرها، ادر 3 به پورت ادر 3 به اینترنت دوم و ادر 4 به اینترنت سوم خورده. طریق اینترنت دادن به یوزرها به صورت اینه که PPPoE سرور یا PPTP سرور میتونید ران بکنید و یوزرها هم از طریق برودباند کانکشن یا VPN اینترنت بگیرن. توی این سناریو هات اسپات رو نذاریم، یعنی از طریق هات اسپات اینترنت نمیدیم به یوزرها. برودباند کانکشن و VPN. حالا اگه بخواید تو جایی اجرا بکنید که هات اسپات میخوان، این سناریو رو هات اسپات نیستش، روی برودباند و VPN. اگر که به این سناریو نیاز دارین و این دوره به دردتون میخوره، توی جلسه بعدی سناریو رو اجرا میکنیم، تست میکنیم و امیدوارم که ازش لذت ببرین. فعلا خدا نگهدارتون.